دیدم مایتابه خالیه. خب واقعا گشنمه، بعد صبح فقط 2 تا اسنک خوردم. خب اومدم یه لقمه برای یاسمن گرفتم گذاشتم دست دادم دست یاسمن که بخوره. خب میدونم اجازه بده تموم شد، دادم یاسمن بخوره. اومدم بدون برای خودم بگم گفت غذای من و آیدا و احسانه. بعد من گفتم خب باشه یه تیکه از بغلش میخوام بخورم. خب عزیزم تو که گفتم غذا ما همشو نخورید. خب عزیزم من اصلا می‌خواستم فقط من چقدر مگه غذا میخورم بابا یه نشستیم همه چی آوردیم بیرون، 2 نفر نشسته دارن غذا رو میخورن. من نمیدونم این چیزا عادیه برای من عادی نیست. من غذا الان برم یه جا روی میز میشم غذا ببینم باید ببینم غذا مال کی اجازه میگیرم. من لاشخور نیستم غذا رو میز باشه یهو برم بشینم شروع کنم خوردن. تو آقا تو غذا رو میز ببینی هم تو میشین شروع میکنی خوردن. من گفتم اگه مال احسانم هست از تیکه که مال احسانه یه کوچولو بخورم، چون ما اومدیم تو آشپزخونه قابلمه خالی و من واقعا گشنم بود. اومدم من گفتم بشین بخور خودت نموندی. خب وقتی اولش اینجوری به آدم بد میگی دیگه آدم من بد نگفتم. عزیزم گفت غذای ماه. گفتم غذای ماه شما هم بشینید بخورید. اینو بعدش گفت. بعدش گفتم دیگه. بعدش وقتی آدمو ناراحت میکنی چه کار؟ من با لعنه بری نگفتم.